در دوران کرتاسه دایناسورهای گوشتخوار زیادی وجود داشتند و 80% این دایناسورها بر روی دو پای خود حرکت می‌کردند. برای مثال همین تیراناسوراس رکس که جزو بهترین دایناسورهای گوشتخوار دوران کرتاسه بوده و هست. ولی ما امروز می‌خوایم درباره پسرعموی دایناسور تیراناسوراس رکس با هم صحبت کنیم. دایناسوری که طی میلیون‌ها سال از تیراناسورها جدا شده و برای خودش به یک گونه جدید تبدیل شده. دارم درباره دایناسور کارچارودونتوسورس صحبت می‌کنم، دایناسوری که بدنش شبیه تیراناسوراس رکس بوده ولی با کله بزرگتر از تیراناسورس. این دایناسور هم خانواده دایناسور تیرکس هستش و قد و وزنشون تقریبا شبیه همه ولی سبک زندگیشون با هم متفاوته. و اگه میخوای با پسرعموی دایناسور تیرکس به طور کامل آشنا بشی و درباره سبک زندگیش اطلاعات بیشتری کسب کنی، با من تا آخر این ویدیو همراه باش. معنی اسم کارچارودونتوسورس به فارسی میشه سوسمار دندان کوسه‌ای و این اسم به فارسی کارچارودونتوزاروس تلفظ میشه. اسم سختی داره ولی اگه با این دایناسور آشنا بشی میفهمی که خیلی هم این اسم برازندشه. رژیم غذایی این دایناسور گوشتخواری بوده و در دوران کرتاسه در بعضی از قسمت‌های آفریقای شمالی در ناحیه‌های از مصر، مراکش، الجزایر زندگی میکرد. اونم بین 97 تا 99 میلیون سال پیش. همونطور که گفتم این دایناسور جزو خانواده دایناسور تیرکس بوده ولی چون به مرور زمان از خانواده تیرکس جدا شده بود آرواره‌اش خیلی ضعیف‌تر شد و مثل تیرکس نمیتونست استخوان‌های دایناسورها رو خورد کنه با آرواره‌هاش و فقط با دندان‌های پرتراکمی که داشت گوشت رو از بدن تومه جدا می‌کرد. ما که با آرواره‌های این دایناسور آشنا شدیم و فهمیدیم که نسبت به دایناسورهای گوشتخوار دیگه خیلی ضعیف‌تر بود. و حالا بیایید با هم با دندان‌های پرتراکم این دایناسور آشنا شیم. دندان‌های این دایناسور خیلی شبیه دندان‌های کوسه‌های امروزی هستش و برای همینه که بهش میگن مارمولک دندان کوسه‌ای. و تنها چیزی که با اطمینان میشه گفت اینه که این دایناسور نسبت به بقیه دایناسورهای دیگه بهترین دندان‌ها رو داشته و تعداد دندان‌ها داخل دهنش به مثبت 60 میرسید. کارچارودونتوسورس یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار شناخته شده. و حتی یه جایی هم دانشمندان فکر میکنن که جمجمه این دایناسور طولانی ترین جمجمه ای است که تا الان در رده دایناسورهای گوشتخوار پیدا کردن و طولش به 1.60 متر میرسید. یعنی برای مثال میتونه یک انسان رو با دهن بزرگش یه لقمه چرم کنه. این دایناسور قدش بین 6 تا 8 متر بوده و طولش هم بین 12 تا 12.5 متر و وزنش هم به 8 تن میرسید و تقریبا میشه گفت که بدن این دایناسور شبیه بدن دایناسور تیرکس هستش. کارچارودونتوسورس جز تیرکس یک هم خانواده دیگه‌ای هم داشته به اسم جایگانوتوسورس. و اگه به تصویر توجه کنی میفهمی که شکل و شمایل هر دو گونه مثل همه، فقط سبک زندگیشون با هم فرق میکرد. و اگه مستند کوتاه جایگانوتوسورس رو تو کانال ما دیده باشی برات سوال پیش میاد که جایگانوتوسورس توی آمریکای جنوبی زندگی میکرد و کارچارودونتوسورس هم توی آفریقای شمالی و این دو گونه چطور با هم خانواده بودن. همونطور که هممون میدونیم دایناسورها میلیون‌ها ساله که بر زمین حکومت کردند و زمانی که آمریکای جنوبی و آفریقای شمالی به هم متصل بود و طی میلیون‌ها سال این دو قاره از هم جدا شد، باعث شد که این دوتا گونه هم از هم فاصله بگیره. و حتی دانشمندان در حال تحلیل هستند که این دایناسورها دقیقاً چه موقعی از هم فاصله گرفتن و تا الان جواب کاملی برای سوال وجود نداره. ولی میشه گفت که جایگانوتوسورس و کارچارودونتوسورس با هم خانواده هستند. حالا بیاید روند تکثیر شدن این دایناسور رو براتون توضیح بدم. این جانور از طریق تخم‌گذاری تولید مثل می‌کرده و بچه‌های این جانور هم طی 5 ماه و 24 روز از تخم بیرون می‌اومدن و در نهایت در 8 سالگی بالغ می‌شدن و بین 18 تا 21 سال هم عمر می‌کردن. بیایید حالا با هم یک مروری داشته باشیم. ما که فهمیدیم دایناسور کارچارودونتوسورس با دایناسور تیرکس و جایگانوتوسورس هم خانواده بوده و طی میلیون‌ها سال از هم جدا شدند و به یک گونه جدیدی تبدیل شدند. و فهمیدیم که کارچارودونتوسورس شکل و شمایل بدنش مثل دایناسور تیرکس و جایگانوتوسورس بوده و آرواره‌هاش هم ضعیف‌تر بود نسبت به بقیه دایناسورهای گوشتخوار دیگه.
و در نتیجه میشه گفت که این دایناسور از طریق میلیون ها سال از دایناسور تیرکس و جایگاناتوسورس تبدیل شده به کارچارودونتوسورس. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم تونسته باشم گونه دیگری از دایناسور تیرکس رو باهاتون آشنا کنم. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو ما رو لایک کنید و ما رو به دوستان خود معرفی کنید تا آنها هم از این ویدیو بیشترین استفاده رو ببرن. و برای دیدن مستندهای دایناسور تیرکس و جایگاناتوسورس از قسمت دیسکریپشن لینک این ویدیوها قرار داده شده. و برای دانلود ویدیوها و اخبار ویدیوهای آینده به کانال تلگرام و اینستاگرام ما مراجعه کنید. و تا یک ویدیو دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.